یک دو ماه سه ماه پیش از رفتنم هم سر شد بیماری. طبیبای دکترای تاجیکستان دیاگنوزش پیدا کردن، یافتن و به آلمان مراجعت کردم و کسلی خیلی بود که حتما جراحی شدنش لازم بود. راست دیگه به یکم جراحی گذاروندن. من با 3 ماه ایستاده اومدم و با دعوت کردن، بعد رفته با 2 جراحی دیگه را گذرانده، همش جنبست کرده، صحت سلامت خدا رو شکر گشته اومدم. و من از خدای بزرگ، از خلق منتدار هستم که تمام مردم تاجیکستان عزیز، تمام مادرها، تمام دوستا، تمام انسان‌های دلسوز، تمام مخلص‌های عزیز من در حق من دلشان سوخت، دعا کردن و خدای مهربان به من شفا داد. تشکر استاد. و میگفتید که در آلمان کیها به عیادت استاد آمده باشند، چون شما خیلی هم شخصی ابرومند، خیلی هم یک مردی دوستدار با فرهنگ جمهوری. سفارت‌های تاجیکستان در اروپا، سفیر محترم تاجیکستان در بروسل، در فرانسه، در نمایندگی در هلند، در شویتزاریا، در خود آلمان، همه همینا از حال من با خبر بودن. پرسیدن حتی که چی خدمت کنیم، چی از امر سپارش است. گفتم سلامت باشیدتان و همین خبرگیری و یک پرسیدن خودش چقدر برای من قوت بخشید. این بیماری که شما پیسر نمودید استاد محترم، با یگان یعنی با کارهای ایجادی شما یگان ضرر نمیرساند، یعنی یگان خلالدار نمیکند؟ نه، چرا؟ بیماری به من کمتر خلال رساند. من مدتی شد که سرود خواندن ممکن نبود، مدتی بود که وزنیم بود، سلامتی خوب نبود و همین پس سر شد خوشبختانه. و امروز خدا را شکر که سرود میخوانیم کم کم، یعنی که اکنون نو برقرار شده ایستاده است. برگشتیم به ایجاد. خوشبختم که در کشاده شوی یکم اگریگاتی گس اشتراک کرده بودم و در دویمش هم نصیب کرده بود اشتراک کرد. سلامتی پورا برقرار شد. باور دارم که برای خلق عزیز، برای تاجیکستان عزیز خودم کوشش میکنیم، مهنت میکنیم، با سرودای نو ایجاد میکنیم، شاگردای تربیت میکنیم، میخونیم. من نزدیک یک سفر دارم به شهر باستانی خوجند، به اسفره، استرافشان، شهرستان یعنی ولایت سوخت، پنجکند و نصیب باشد باز از ماه اکتبر برای دهقانای و برای مهنتکشا، برای همین جمهوری و کجایی که دعوت شوم برای قانونچون جمع حاصل گفته فریاد میکنن که ایدی حاصلات با میخوام که رفته برای مردم، برای خلق از نزدیک رو برای ایستاده خدمت کنم. و نقشه ما همین که در ردیف خدمت‌های بزرگ پیشوای عزیز معظم ملتمان جناب عالی، همیشه ما هم صنعتکارا به خدمت‌های جناب عالی جواب گفته توانیم، یعنی که با تاجیکستان سرودهای نو ایجاد کنیم، سرودهای نو خوانیم، مردم جوانای برای وطن دوستی هدایت کنیم، با سرودهای خودمو بسیار بسیار برای مادرای عزیز، برای پدرها، برای خلق تاجیکستان روحیه تازه بخشیم. و این البته وظیفه هر یک هنرمند هست که برای مردم خودش از صدق دلش خدمت کنه.